در جهان بسیار پیچیده و جالبی زندگی میکنیم. اسم اثر پروانه‌ای رو شاید شنیده باشین. مفهومش این بوده که اگر پروانه در یک قسمتی از جهان بال بزنه، در یک گوشه دیگه از جهان ممکنه باعث ایجاد یک طوفانی بشه. چند روز پیش یه متن جالبی خوندم که بی ربط به این نمیتونه باشه. تا قبل از این فکر میکردیم که از پدر و مادر و از نسل‌های گذشتمون فقط چیزهایی به ارث میبریم مثل رنگ پوست و رنگ چشم و ویژگی‌های این چنینی. این متنی که خوندم نوشته بود که بسیاری از تجربه‌های تلخ، خاطرات، اضطراب‌ها و استرس‌های یک پدر به فرزندش هم انتقال پیدا میکنه. یعنی این حوادث در ژن اون فرد تأثیر گذاره. حالا بهتره که با این دید روی حرفایی که میزنیم، رفتارهایی که میکنیم بیشتر حساس باشیم، چون نه تنها زندگی یک فرد بلکه زندگی یک نسل رو میتونیم تغییر بدیم.